ملت ایرانی ما جونمون دادیم واسه انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی با خون شهدا اومده بالا، با دستور یک قمارباز زنازاده زمین نمیخوره. این انقلاب مردمش تا آخرش باش وایسادن. ما رهبرمون امام خامنه‌ایه، تا آخرین قطره خودمون باش وای میسیم. هر اعتراضی هم داشته باشیم کشور خراب نمی‌کنیم. یک بار دیگه مردم شریف با شعور، صبور و همراه ایران اسلامی ثابت کردن که ترامپ قمارباز نمیتونه برای این مملکت تعیین تکلیف کنه. اینجا ایرانه، اینجا مملکتی که قرار مسلک برین جهان رو به خاک بزنه و این مردم این کار رو خواهند کرد. همونطور که آقا فرمودن ترامپ قمارباز هم در اوج غرور به زمین خواهد. ما آدمایی نیستیم که با حرف صهیونیست، با حرف ترامپ قمارباز بیایم اموالی که مال خودمون رو تخریب کنیم و به شما باج بدیم. مرگ به آمریکا، مرگ به اسرائیل. حاج قاسم فرمود ترامپ قمارباز، ترامپ قماربازه، ترامپ قماربازه. تموم. حرف حاجی بر ما ملاکه. یا علی ولد داوود حق علیه باطل، داوود پیروزی حق علیه باطل. یا علی ولی ما امام ما فقط و فقط حضرت آقا امام خامنه‌ایه. ایشون هم نسل صحبت خود ایشونه. در برابر کسی که اغتشاش میکنه سر فرود نمیاریم، اونها رو همسر جاشون میشونیم.